بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یکتای بی همتا. شکر و حمد و ثنا ذات یکتایی را که رحمات بیکرانش را بر ما فرود آورد و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم و بر خاندان پاک گوهر او و یاران با صفا و روان راه او باد. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه قلب آسیا هستید، خدمت یکایک شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده و همیشه سبز و خرم بوده باشید. خوشحالیم که با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های قلب آسیا باز هم خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در آغاز این برنامه به اجازه شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری که الحمدلله فرصت باز دست داد که با جناب مولانا صاحب در استودیو یک جا خدمت شما باشیم. جناب مولانا صاحب به برنامه خودتان خوش آمدین و خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، استاد صیقل عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین طوری که شما از مرا خوش آمدید گفتید، من هم امشب واقعا خوشحال هستم که بعد از مدت باز شما هم مهمان ما شدید. به هر حال ما هم تشریف آوری شما را خیر مقدم میگم که مسئولیت و برنامه قلب آسیا بی از او به دوش دارید و در کارها و برنامه ها تلاش میورزید. به هر حال امشب افتخار نصیب شد که من در کنار شما باشم و همچنین جناب استاد بزرگوار ذهنیت خیلی از دوستا را هم شما در آمدن خود تغییر دادید. همیشه دوستا سوال میکردن چرا جناب استاد بزرگوار مدتی میشه در این برنامه نیستن. به هر حال الحمدلله که امشب شما هم در کنار ما در برنامه قلب آسیا بیازو همیشه در قلب ما هستید و قلب بینندگان عزیز و گرامی. خب تشکر استاد گرامی از شما. البته من افتخار دارم که در کنار شما هستم، اما در این برنامه خلاف عادت با هم میریم به سراغ یک میان برنامه کوتاه و برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار.
خب دوستان گرامی، با عرض سلام مجدد، همان گونه که جناب مولانا سید مجیب الرحمن انصاری اشاره نمودند، البته به لطف و کرم پروردگار یکتا باز هم فرصت میسر شد که بعد از مدت طولانی همراه با جناب مولانا صاحب در استودیو یک جا باشیم و خدمت شما باشیم. البته بار دیگر من اعلام میکنم که واقعا برای خود من شخصا جای افتخار است که در کنار شخصیت چون مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری نشستم و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. خب عزیزان گرامی، در این برنامه باز هم پیرامون مهمان صحبت میکنیم که تقریبا 330 روز در انتظار آن بودیم و تا هنوز هم هستیم و مسلمانان در سراسر جهان 11 ماه لحظه شماری می کنند تا این مهمان گرامی بالاخره وارد خانه هایشان شود، وارد از همه مهمتر دلها و قلب هایشان شود، تا در این ماه و با استفاده از این مهمان دلها و قلب هایمان را از گناه و عصیان شستشو بدهیم. مهمان که ما داریم در مورد آن در این برنامه باز هم صحبت می کنیم ماه مبارک رمضان است. البته استقبال و پذیرایی از هر مهمان و از هر امر مربوط می شود به جایگاه و منزلت و مقام امر یا مهمان. وقت میزبان یا مهمان نواز از مقام و منزلت و جایگاه مهمان آگاهی و اطلاع نداشته باشه، بدون شک آنگونه که شایسته و بایسته مقام مهمان است از آن استقبال و پذیرایی کرده نمیتونه. جناب مولانا صاحب در آغاز برنامه چه بهتر است در رابطه به جایگاه مهمان، جایگاه ماه رمضان صحبت کنید و در رابطه به ای که این ماه رمضان در میان سایر ماه‌های سال 12 ماه سال از چه جایگاه برخوردار است و چه فضایلی را داره؟ تشکر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قبل از اینکه جناب استاد بزرگوار ارتباط به فضائل، برکات و خصوصیات ماه مبارک رمضان اشاره کنم، چون در آمدن رمضان و حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم، پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان را، ماه صیام و قیام، ماه نزول قرآن را برای همه امت اسلامی، خصوصا برای شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق تبریک عرض نموده. و ثانیاً جناب استاد بزرگوار خوبه که باز همچون همانطوری که به آمدن رمضان خوشحال هستیم، خوشحالی دیگری برای ملت افغانستان هست که ما در این روزها، یعنی در ابتدای رمضان، در اوائل رمضان، یعنی در این روزها
شاهد افتتاح بند سلمای ولایت هرات که او تنها تعلق به هرات نداره بلکه هر گوشه از گوشه افغانستان که آباد میشه تعلق به تمام ملت افغانستان داره. افتتاحیه بند سلمای ولایت هرات را خدمت همه ملت افغانستان تبریک میگم. الله سبحانه و تعالی از این بندهایی که در هر گوشه افغانستان قرار داره به امید شاهد افتتاح همه بندها و همه ذخایری که در افغانستان و همه بالاخره آن چیزی که به نفع ملت افغانستان هست شاهد اون باشیم و دعا میکنیم پروردگار عالم کسانی که به آبادی ملت افغانستان و آبادی افغانستان تلاش میکنند در هر گوشه افغانستان که هستند الله سرفراز و سربلند داشته باشه و دشمنانی که نمیخوان این پروژه ها و این بندها و این معادن و هر آنچه که عامل منفعه برای ملت افغانستان هست نمیخوان که آباد بشه، چون در ابتدای رمضان هستیم دعا میکنیم که بار اله پروردگارا اونها را هدایت کن و اگر قابل هدایت نیستن پروردگار عالم او مکری که دارن، حیله‌ای که دارن، دشمنی که دارن به سوی خودشان بر بگردانه و دشمنان افغانستان را الله سبحانه و تعالی خار و ذلیل بگردانه. پیرامون ماه مبارک رمضان حقیقتا بسیار نکته جالب شما اشاره کردیم، پیرامون مهمان. هر مهمانی که ما هر قدر از جایگاهش، از مقامش، منزلتش واقف بشیم به همان اندازه ارج و احترام میگذاریم برایش و پذیرایی میکنیم از او. یعنی طبعا وقتی اگر در خانه ما رئیس جمهور بیایه تا نسبت به یک پایین رتبه پذیرایی و فرق میکنه، وزیر بیایه به این شکل، چون هر کدام از خود مقام و منزلت داره. مثلا اگر بله حتی مثلا وقتی میبینیم یکی از علمای ربانی به خانه انسان تشریف میاره، انسان چقدر خوشحال میشه چون میفهمه مقام و منزلت علم و جایگاه علم در اینها. پس بناهن ما وقتی که از این مهمان عزیزی که حقیقتا چنان مهمانی هست که من مطمئنم جناب استاد بزرگوار که امروز آخرین جمعه ماه شعبان بود، یعنی امروز در هر گوشه از دنیا که مسجد بوده من مطمئنم که اکثرا و نزدیک به کل امروز پیرامون رمضان صحبت شده. حتما. یعنی در حتی کشورهای اروپایی، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، در هر گوشه‌ای که مسجدی بوده از آنجا اشاره به رمضان شده و زمزمه روزه و رمضان و اینها بر زبانهای بیش از 1.5 میلیارد مسلمان یک زمزمه افتاده. این حقیقتا نشان دهنده ارزش و جایگاه این ماه را نشان میدهد و من خانه از خانه های مسلمان ها بعید میدانم، هیچ غیر ممکنه که در او خانه که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته بشه و در این شبها و روزها بحثی از روزه و رمضان به میان نیامده باشه. حتما پدر برای فرزند خود گفته، فرزند برای پدر گفته، همسر برای بالاخره زن برای شوهر، شوهر برای زن. در این راستا یک بحث پیرامون روزه، جایگاه روزه، لااقل همین قدر گفتن که ماه مبارک رمضان هم نزدیک شده. رمضان فضائل از او اگر بخواهیم که با این یک جلسه و یعنی حتی 10 جلسه هم اگر بگذاریم باز هم هنوز نمیتونیم کل فضائل و حق این مطلب ادا بشه، به خاطر اینکه وصف رمضان قرآن کرده، وصف رمضان نبی کریم صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیحه نمودن و همچنین از 1400 سال بدین سو شما ببینیم چقدر تألیفاتی نسبت به فضائل رمضان، نسبت به فواید رمضان، نسبت به برکات رمضان، شخصیت های امت اسلامی کتاب نوشتن، تالیف کردن و شعرا در وصف رمضان شعر سرودن و من مطمئنم که تا به قام قیامت
به تعبیری که گفته شده که مصلحت نیست که این زمزمه خاموش شود. واقعا تا قام قیامت این زمزمه رمضان و روزه و اینها هست. من فقط فهرستوار فضائل رمضان را اشاره میکنم. اولا از جمله فضائل ماه مبارک رمضان، انس بن مالک رضی الله عنه میفرمایند که نبی کریم صلی الله علیه وسلم وقتی قریب رمضان میشد میگفتن هذا شهر رمضان، اشاره میکردن یکی دو روز چند روز که میموند میگفتن این ماهی که پیش روح دارید متوجه باشید که این ماه رمضان هست. جاءکم، آمد برای شما، تفتح فیه ابواب الجنه و تغلق فیه ابواب النار، در این ماه باز شده دروازه های جنت و بسته شده دروازه های جهنم. و ادامه حدیث میفرمایند و تسلسل فیه الشیاطین، شیطان ها به زنجیر کشانده شدن. در روایت دیگر می آید و سلسلت الشیاطین، زنجیر کشانده میشن. این ماهیه که الله سبحانه تعالی بر زبان حبیب خود میخواه که بندگان را متوجه بسازه که شما خیلی علاقمند جنت و بهشت هستید، این دروازه ها باز، از جهنم شما بسیار هراسان و پریشان هستید، این دروازه های جهنم مسدود، و از این دشمنی که واقعا پریشان کننده انه لکم عدو مبین، این هم به زنجیر بسته شده. یعنی الله سبحانه تعالی میخواد بندگان خود متوجه بسازه که این ماه کاملا با اطمینان کامل حرکت بکن که دشمن در تعقیب تو نیست و شیطان به پی گمراه کردن تو نیست. و همچنین نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر روز در ماه مبارک رمضان یک نادی، یک ندا کننده صدا سر میده و ندا میکنه که یا باغی الخیر ابشر اقبل. هر روز ای کسی که تو در طلب خیر هستی، دیگه مژده و بشارت برای تو، همه این دروازهای بهشت برای تو باز شده، به سوی ما بیا، به سوی ما بیا، دیگه حرکت بکن. و همچنین گفته میشه یا باغی الشر اقصر، دیگه حالا دیگه متوجه باش دیگه وقت اون اعمالی که قبل از رمضان انجام میدادی وقت انجام اونها نیست، یعنی به اصطلاح کوتاه بیا دیگه، پایین بیا، حالا دیگه وقت گناه نیست، وقت تقصیر نیست، وقت اینها نیست. و همچنین در ادامه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه تعالی از شب اول رمضان هر شب انسانهای بندگان از بندگانی که اونها به عذاب گرفتارن، یعنی به آتش جهنم گرفتارن، اینها رو آزاد میکنه از آتش جهنم و اینها رو به طرف جنت سوق میده. در ادامه میایه و ذالک کل لیله، هر شب این ادامه داره از ابتدای رمضان تا انتهای رمضان، خلاصی از آتش جهنم. و هم فرصتی است که بنده تلاش کنه تا از زمره و از جمله اشخاصی باشه که خداوند او را از آتش دوزخ میرهانه و نجات میده. در حدیث دیگر میاد رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید اتاکم شهر رمضان شهر مبارک، آمد برای شما ماه رمضان، متوجه باشید که این ماه مبارکی هست. یعنی چی؟ یعنی با برکت هست. در این ماهیه که انسان باید انسان مبارکی بشه، چون در ماه مبارک زندگی میکنه. بعد ادامه فرض الله علیکم صیامه، الله سبحانه تعالی به شما فرض کرده در این ماه صیام این ماه رو، یعنی روزه رمضان، چنانچه که آیه اشاره میکنه یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما این روزه فرض کرده شده. شاید کم انسان ها پریشان بشن، الله سبحانه تعالی به خاطری که برای بنده ها سخت تیر نشه میگه متوجه باشید کما کتب علی الذین من قبلکم، این قضیه تازگی نداره، به امت های گذشته هم بود، ولی هدف و انگیزه داره که لعلکم تتقون، تا شما متقی بشوید، پرهیزگار بشوید و بالاخره به نزد الله ارزش پیدا کنید. ماه مبارک رمضان از جمله فضائل از او ماه عفو، ماه بخشش. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند حدیثی که قبلا در ابتدا اشاره شد، من صام رمضان، مهمینه که کسی که روزه میگیره ماه مبارک رمضان ایمانا، از روی ایمان، و احتسابا، از روی اخلاص، یعنی روی یقین، نتیجه روزه و این رمضان چی میشه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه،
الله سبحانه تعالی گناهان را میآمرزه، گناهان گذشته. همچنین در حدیث دیگری که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند نمازهای 5 وقت کفاره گناه از این نماز تا این نماز، نمازهای جمعه از این جمعه تا این جمعه، و رمضان الی رمضان، یعنی در این رمضان کسی که روزه میگیره گناهان صغیره ما قبل کاملا الله سبحانه تعالی میبخشه، به شرطی که گناه کبیره انجام ندادش. گناه کبیره چگونه الله سبحانه تعالی میبخشه؟ که او تائب بشه. که من مطمئنم که پیرامون ماه مبارک رمضان وقتی شخص در رمضان داخل بشه یقینا او توبه داره و تضرع داره. و همچنین از جمله فضائل عمره در رمضان که نصیب میشه، ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنن، میفرمایند که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن عمره فی رمضان، عمره در رمضان تعدل الحج، معادل به حج. یعنی سبحان الله چقدر عظمت و بزرگی این ماه را نشان میده. در روایت مسلم بیان میکنه که حتی رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن حج معی، حجت معی، حج که فضائل یک طرف، اما در رمضان وقت عمره او هم حج که با من محمد صلی الله علیه و سلم حج کرده و همراه و همگام بوده. رمضان ماه نزول قرآن که الله سبحانه تعالی اشاره میکنه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه. وقت ما بخوایم یک مظروفر وقتی عظیم باشه، بزرگ باشه، جایگاه داشته باشه، ارزش داشته باشه، ظرفر موافق با مظروف قرار میدیم. شما ببینید قرآن عظمتش، بزرگیش در ظرفی که او رمضان هست. هر قدر که ما عظمت قرآن، بزرگی قرآن ما بیان میکنیم، این نشان دهنده اینه که ای در رمضان نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در از این ماه قرآن نازل شده که عظمت و جایگاه این ماه را نشان میده. و همچنین در این ماه شب نهفته هست. الله اکبر. شب نهفته که انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی الله سبحانه و تعالی در این ماه یک شب را قرار داده که بهتر از 1000 ماه گفته. حالا این بهتر بودن مفسرین اشاره میکنن که در اینجا آمده که خیر من 1000 شهر، بهتر از 1000 ماه. حالا این بهتر بودن 10,000 ماه هست، 100,000 ماه هست، میلیون ماه هست، الله میفهمه و الله میدانه. این که 1000 ماه ما بگیریم، 1000 ماه بیش از 80 سال، یعنی 83 سال و چند ماه میشه. یعنی یک انسان اگر در طول عمر خو اگر 40 سال 50 سال عمر کنه، 60 سال عمر کنه، 10 مرتبه شب قدر دریافته، اگر 20 مرتبه 20 رمضان از عمر خود شب قدر دریافته باشه، شما حساب بکنیم که به نزد الله سبحانه و تعالی اجر ازی، پاداش ازی، عمر ازی در حقیقت ما میگیم شخص 40 ساله 50 ساله، اما از روی حسنات عمری و به هزارها سال میکشه. پس در این ماه مبارک رمضان شب الله سبحانه تعالی قرار داده که انا انزلناه فی لیلة القدر، سوره کامل ما پیرامون قدر و شب قدر و این چنین. شما ارتباط به مهمان اشاره کردیم جناب استاد بزرگوار. من همیشه همیر مد نظر میگیرم که سبحان الله، الله سبحانه تعالی در شب قدر ملائکه روان میکنه، تنزل الملائکه و الروح، ملائکه میآیند همراه روح که جبرائیل علیه السلام هست، در روی زمین تک تک خانه های انسان ها دور میزنن، خصوصا مسلمان ها دور میچرخن. چی کسی به عبادته، چی کسی به دعایه، چی کسی به نیایشه، چی کسی خلاصه مشغول و مصروف عبادت الله سبحانه تعالی. وقتی کسی مصروف و مشغول عبادت بود، بر او دعا میکنن، سلام میکنن، رحمت و درود میفرستن. من همیشه به این فکرم که در رمضان از شب اول تا به اخیر انسان به این فکر باشه که در این رمضان شب از شبها سید الملائکه جبرائیل علیه السلام یک شب مهمان من می شود. الله اکبر. من چگونه آمادگی با او داشته باشم، چگونه از او پذیرایی کنم، چگونه بالاخره من پیام برای او بدم که او برای اهل آسمان انتقال بده و او پیام مر برای فرشتگانی که در آسمان
به تسبیح و تهلیل پروردگار هستند، برسانه که ملائکه بگن که فلان ابن فلان در زمین مصروف عبادت الله سبحانه و تعالی بود. وقتی در این فکر ما رمضان را آغاز کنیم که در این ماه ما یک مهمان عزیزی که جبرائیلی که می آمد به نزد بندگان مقرب الهی، به نزد انبیا، به نزد حضرت موسی و عیسی و نوح و به نزد نبی کریم صلی الله علیه و سلم. یا رب، ما در مدینه میبینیم باب جبرائیل، از این دروازه جبرائیل داخل شده. ما میتونیم در رمضان چنان استقبالی از رمضان داشته باشیم که هر دروازه خانه‌ای که ما در او خانه عبادت میکنیم او بشه باب جبرائیل، قدمگاه جبرائیل و قدمگاه فرشتگان الهی در او خانه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلب. شب سلامتی هست، شبیه که الله سبحانه و تعالی در اون شب همه آرامش، سکون، شبیه که خلاصه یعنی پیک الهی، نماینده الهی، یعنی فرستاده الهی جبرائیل با جمعی از ملائکه میآین. نگاه نمیکنن که این خانه فقیر هست یا خانه غنی، نگاه نمیکنن این خانه زن به عبادت مصروف هست یا مرد، نگاه نمیکنن این خانه وزیرم به عبادت الله بود، جبرائیل سلام میکنه. کارگر عادی هم به عبادت الله مصروف بود، جبرائیل سلام میکنه. اگر یک بیوه زنی در کنج خانه خود مصروف تسبیح و تهلیل پروردگار بود، جبرائیل میره او سلام میکنه. اگر رئیس جمهور هم به عبادت الله بود، جبرائیل میره او سلام میکنه. به خانه تک تک سر میزنن، خوشا به حال کسانی که وقتی جبرائیل و ملائکه میرن او مصروف و مشغول عبادت باشه که دعاگویان و ثناگویان برای او از او خانه برگردن. فضائل دیگر، نماز تراویح در این ماه مبارک رمضان میسر میشه که در مساجد خوانده میشه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا. حضرت امام نووی رحمه الله میفرمایند منظور از قامه نماز تراویح هست. اما ماه مبارک رمضان، در هفته گذشته هم یک اشاره کوتاهی داشتم، ماه مبارک رمضان ماه رحمت، ماه شفقت، ماه مهربانی، ماه اخوت، ماه دوستی هست. ماه مبارک رمضان ماه اختلاف نیست. نماز تراویح از 2 رکعت تا 20 رکعت تا هر چی که دل شخص میخواه، اما معروف امروزه 20 رکعت هست. جای این نیست که اگر یک مسجد 8 رکعت میخوانه، یکی 12 رکعت میخوانه، یکی 20 رکعت میخوانه و بالاخره یکی بیشتر میخوانه و کمتر میخوانه. هدف از محبت اینه که ما نماز شب رمضان رو فراموش نکنیم. من قام رمضان، در این حدیث نگفته که من قام 20، من قام 15، من قام 10، من قام 40، گفته من قام رمضان. کسی که شب زنده‌داری میکنه، کسی که قیام میکنه، بعد از فرض میخواد 2 رکعت بخونه، میخواد 4 رکعت بخونه، میخواد 8 رکعت بخونه، میخواد 100 رکعت بخونه، ولی جای اختلاف نیست. امیدواریم که از این ماه پرفیض و پربرکت، از او رحمت وسیع پروردگار عالم ما بیشتر و بیشترتر استفاده کنیم. این فضائل نفل حتی در حدیث میاره که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فرض معادل به 70 فرض در رمضان میشه و نفل معادل به فرض میشه، از روی اجر و ثواب و از روی اینها. فضائل اعتکاف هست که در ماه مبارک رمضان میسر میشه، خلوت با پروردگار عالم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ام المؤمنین عایشه روایت میکنند کان النبی صلی الله علیه و سلم ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یعتکف 10 الاواخر من رمضان حتی توفاه الله. رسول صلی الله علیه و سلم همیشه اعتکاف می نشستند، خلوت با پروردگار داشتن، راز و نیاز با پروردگار در دهه اخیر رمضان. ثم اعتکف ازواجه من بعده، بعد از رسول صلی الله علیه و سلم به اعتکاف می نشستن ازواج مطهرات. یعنی اعتکاف از جمله اعمالیه که یعنی خلوت با پروردگار عالم، راز و نیاز در گوشه از خانه خدا انسان می نشینه. یا الله، من آمدم در خانه تو، 10 روز در خانه تو می نشینم، از زن و بچه و قوم و خویش از همه دور شدم، فقط در کنج خانه تو آمدم. سبحان الله، چی عظمتی، چی ارزشی که انسان خود را به دروازه پادشاه حقیقی بیاندازه و دست به دعا بلند کنه. اللهم انت القوی و انا الضعیف.
خدای تو قوی، من ضعیفی، به خانه تو آمدم. انت الغنی و انا الفقیر. پروردگارا تو غنی، من یک فقیری به خانه تو آمدم. به این ترتیب هر شب دست به دعا بلند کنه. و من در همین جا اشاره میکنم از تمام عزیزانی که تصمیم اعتکاف دارن برای همه امت اسلامی دعا کنن، خصوصا و بالاخص برای ملت افغانستان و سایر کشورهایی که امروز به درد و به رنج و به غم میسوزن. همچنین ماه مبارک رمضان، بسیار ببخشیم طولانی شد، همین نکته اخیر را اشاره میکنم. رمضان ماه جود و بخشندگی هست که در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که میاره که رسول صلی الله علیه و سلم اجود الناس بودن، یعنی سخاوتمندترین انسان رسول صلی الله علیه و سلم بودن. این سخاوت رسول صلی الله علیه و سلم همیشه بود، در رمضان بیشتر و بیشترتر می شد. پس بناهن از جمله فضائل ماه مبارک رمضان اینه که در رمضان انسان باید که دست باز داشته باشه نسبت به فقرا و مستضعفین و نسبت به زیر دستان و اینها. ماه مبارک رمضان فضائل زیاد داره که ماه دعا هست، ماهی که وقت افطار و وقت سحر و ماه اجابت دعا هست که از جمله فضائل ماه مبارک رمضان و برکات ماه مبارک رمضان. خب جناب مولانا بزرگوار، واقعا به هر مقدار و به هر میزانی که در رابطه و فضیلت این ماه، در رابطه و جایگاه این ماهی که تقریبا میشه بگم ما فاصله چندان با اون نداریم، شاید 48 ساعت بعد، شاید 72 ساعت بعد این ماه و این مهمان وارد دلهای ما شود و ما باید از او همان گونه که شایستش هست استقبال بکنیم و پذیرایی بکنیم. کفایت میکنه که در این ماه قرآن نازل شده، کفایت میکنه که این ماه بهتر از هزار ماه باشه و در این ماه و با استفاده از این فرصت مسلمان ها و تک تک مسلمان ها باید برای خود و برای امت اسلامی، چنانچه شما اشاره کردین امروز امت مجروح امت اسلامی، مخصوصا در کشورهای مثل سوریه، مثل یمن و امروز مثلا در فلوجه مسلمان ها در آتش ظلم و ستم پیشگان می سوزند، به حق آنها دعا بکنه و آنها را از دعای خود فراموش نکنه. خب بیننده های عزیز و گرامی، با هم میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی؟ بیا ماه پرفیض و نیایش ها هر آسانی بیا، ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی؟ ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا، ای گذرگاه مسلمانان کجا هستی؟ بیا ما هوای تازه میخواهیم و دلتنگ توییم، ای بهار تازه قرآن کجا هستی؟ بیا از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم، ماه عفو و بخشش رحمان کجا هستی؟ بیا ما همه مشتاق هر لحظه ز شبهای توییم، ای فضیلت های بی پایان کجا هستی؟ در فراقت همچو مرغی ناله ها سر دادیم، ما چو شمعی در غمت سوزان
کجا هستی بیا، ای مه نیکان بیا و دست شیطان را ببند، ماهت از آتش نیران کجا هستی بیا، ماهت از آتش نیران کجا هستی بیا. مسلمین در خواب غفلت ماه بیداری بیا، ای مه بیداری وجدان کجا هستی بیا، ماه روزه ماه تمرین عبودیت بیا، ماه صبر و ترک هر عصیان کجا هستی بیا، ماه صبر و ترک هر عصیان کجا هستی بیا. ای شب قدرت شب تجدید پیمان است و ما پر از درد و تویی درمان کجا هستی بیا، شوق افطار و سحرگاهت به سر داریم بیا، ماه شعبان است و ما حیران کجا هستی بیا، هستی بیا. لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری داشتن در ارتباط و فضایل ماه مبارک رمضان، در ارتباط به خصوصیات ماه مبارک رمضان که از الله تعالی استدعا داریم که ان شاء الله تا چند ساعت یا تا تقریبا یکی دو روز دیگری که به ورود این ماه باقی مانده برای ما عمر مزید عطا بفرماید تا این ماه را درک بکنیم و از فیوزات برکات این ماه فیض ببریم. جناب مولانا صاحب قبل از میان برنامه گفتیم که به هر مقدار و به هر میزانه که در ارتباط به ماه مبارک رمضان و در ارتباط به فضایل و خصوصیات مهمان خیلی عزیز و گرامی صحبت شود خیلی کم است، و اما در ارتباط و فواید و منافعی که این ماه داره میخواستیم بگوین. بدون شک وقت فرد مسلمان، وقت انسان چون دائم مشتاق هست که بدانه که یک امر، یک دستور چه فواید و چه منافع را در پی داره، و بدون شک باز هم الله تعالی وقت دستور و امر را صادر میکنه، وقت مسلمان را به عمل امر میکنه، حکمت ها و فواید و منافع زیادی درون هفته است. میخواستیم در ارتباط به فواید ایما، فواید روزه بگین تا قلب های من بیشتر رغبت پیدا بکنه و مشتاق ماه شود، و از خداوند میخواهیم که بر عمر ما چند روز بیافزاید تا این ماه را درک بکنیم. حقیقتا هر حکمی که از جانب الله سبحانه و تعالی بر بندگانش نازل شده و مقرر شده، یقینا که در از او فواید کثیری نهفته هست، به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی ذاتیه که
خالق ما هست، ما را خلق کرده، او ذات میدانه، خبیر هست که چی چیز بر بندگان مفید هست و چی چیز مضر هست. هر آنچه که به بندگان حلال شده در از هزارها حکمت و نفع نهفته هست و هر چیزی که حرام شده در از او هزارها ضرر و بالآخره خباثت و اینها نهفته هست. احکامی که ما میبینیم هر کدامی که فرض شده که از آن جمله ماه مبارک رمضان هست، الله سبحانه و تعالی وقتی میگه شما روزه بگیرید، روزه بر شما فرض کرده شد، در اخیر آیه میگه که لعلکم تتقون، تا شما متقی بشیم. رمضان و روزه رمضان فواید زیاده داره. شاید ما وقتی این فضائل رو گفتیم که دروازه های بهشت باز میشه و بالاخره دروازه های جهنم بسته میشه، شیاطین به زنجیر کشانده میشه، فضائل دیگری که در حشر حتی که فضائل زیاد هست که با صائمین چگونه برخورد میشه، باب الریان چگونه بابیه، باب صائمین هست، مخصوص صائمین هست. شاید بعضی انسان ها فکر بکنن که روزه فقط جنبه تعبدی داره و همین فایده تنها بخش ایمانی و عقیدتی و اینها هست. بدون شک فواید زیادی داره، از جمله فواید ایمانی. وقتی که فواید ایمانی رو میگیم که در این ماه شخص گناهانش بخشیده میشه، مقام و منزلتش نزد الله سبحانه و تعالی بلند میره و همچنین بنده ای از بندگان الله میشه. اینها فواید ایمانی هست که بدون شک خود روزه، قیام شب، وقت افطار، وقت سحر، دعا، تلاوت قرآن، صدقه دادن، اینها همه جزء فواید ایمانی هست. اما یک نقطه جناب مولانا صاحب، شما بحث بندگی را اشاره کردین که بنده الله تعالی میشه و برخی ها میگن که ما فعلا هم اکنون قبول داریم که ما بنده خدا هستیم، اما این بندگی و ادای حق بندگی فقط در حد ادعا خلاصه میشه یا ای که بندگی باید به ابعاد مختلفش؟ شما ببینیم مسئله عبد و بنده خیلی مسئله مهمیه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حالتی که الله وصف میکنه و انک لعلی خلق عظیم و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، محمد رسول الله، همه اوصاف رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که الله سبحانه و تعالی نبی کریم صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام میبره و مسجد الاقصی که سفر معراج هست، نمیگه ما رسول خود را بردیم، نمیگه ما حبیب خود را بردیم، نمیگه ما صاحب خلق عظیم بردیم، نمیگه ما رحمت للعالمین بردیم، میگه سبحان الذی اسری بعبدی. یعنی چی مقام و چی صفت و چی ویژگی عظیمی، یعنی بنده شدن کار آسانه نیست. مسئله عبد مسئله که شیخ ابو اسماعیل هیروی رحمت الله علیه، یکی از شخصیت های امت اسلامی، میگن الهی اگر یک بار بگویید بنده من از عرش بگذرد خنده من، یک بار فقط مخاطب کنی بنده. به هر حال مسئله بنده و نشانه بندگی در رمضان نمایان میشه. به خاطر چی؟ یک خواهر و برادر میبینیم که در نیمه روز لبها خشکیده، داخل خانه هیچ کس هم نیست، یخچال، آب سرد، دروازه رو باز میکنه، عطش و تشنگی چنان سر از این فشار آورده، طرف بالا نگاه میکنه که یا رب این روزه به خاطر توست. آب سرد داخل یخچال، هیچ کس هم در این ماحول و این خانه نیست، دست به آب نمیزنه. این نشانه چی هست؟ نشانه بندگی هست. حتی جناب استاد بزرگوار، من همیشه این مثال رو بیان میکنم، در ماه مبارک رمضان لا اقل یک شخص 2-3 مرتبه 4-5 مرتبه وضو میسازه و آب مزمزه میکنه، بر دهن میگذاره. صائمه، آب میره به دهن، آیا اگر از این آبی که بر دهن کرده نصف فرو ببره و نصف دیگر بیرون بیاندازه، به جز پروردگار عالم دیگه هیچ کس، حتی این ملائکه هم که همراه باشن شاید نفهمن این قضیه که این آب فرو رفته. در حقیقت این شخص
تمام توجه خود را به کار میندازه که قطره از این آبی که بر دهن شخص هست فرو نره. ای کاش جناب مناسب در تمام اعمال ما چنانه که در رمضان هستیم و در بحث روزه ای بندگی صورت میگیره، در تمام اعمال ما هم الله را شاهد بگیریم. خود رمضان یک مکتب هست جناب استاد بزرگوار. اگر اشخاصی رو میبینیم در اعمال دیگه سست و ضعیف هستن، ولی در رمضان اینها مکتبه. رمضان میگه لعلکم تتقون. شما مطمئن باشیم اشخاصی که در رمضان روزه میگیرن در کل اعمال خود اصلاح میشن. الله سبحانه و تعالی این یک مکتب گذاشته، یک مدرسه گذاشته، یک سیمینار گذاشته. 30 روز تربیتگاه است. 30 روز. ما بزرگسالها، جوانها، اینها که یک طرف، حتی بعضی طفلای 8 9 10 ساله رو میبینیم وقت افطار لبها خشکیده، رنگ پریده. حالا این طفل میتونست وسط روز در غیاب چیزی بخوره و بنوشه، ولی این طفل هم چون اولاد مسلمان هست با مو عشقی که به پروردگار داره، از اول روز تا آخر روز لب به غذا و به آب و اینها نمیزنه. پس در این حالت حتی چند روز قبل یکی از دوستا پیام داده بود که مادر ما مریض هست، هر قدر اصرار میکنیم ولی میگه نمیتونم روزه نگیرم. شما ببینیم یک انسان مؤمن مسلمان در حالتی که الله سبحانه و تعالی، ما باید برای بینندگان عزیز این را اشاره کنم، الله سبحانه و تعالی در همین آیه‌ای که میگه کتب علیکم الصیام، در آیه بعد از اون میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. الله برای مسافر و برای مریض اجازه داده شده که بخوره. باز هم چنان این عشق و ایمان وادار میسازه. من مطمئنم هر عزیزی که چی خواهر و چی برادر وقتی مریض هست روزه رو افطار کنه، اگر روزه برای زو به ضرر از او تمام میشه، به همون نیتی که او داره، به همون روزه‌ای که همه سال عادت داشته و امسال تشویش میکنه که من چرا روزه گرفته نمیتونم، الله اجر و پاداش صائمین رو برای از او عطا میکنه. انما الاعمال بالنیات. پس فواید ایمانی از این زیاده. فواید جسمانی داره. فواید جسمانی چگونه؟ رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند صوموا تصحوا. روزه بگیرید تا صحتمند شوید. امروز اطباء کتاب ها نوشتن پیرامون روزه و فواید روزه جسمانی. چه کار میکنه؟ معده تنظیف میکنه روزه ماه مبارک رمضان، جسم لطیف میگردانه. روزه باعث ترمیم و پاکسازی خون بدن میشه و همچنین دهها تسکین و آرامش میده. روزه آرامش چیه؟ و هم آرامش قلب، کاهش استراب، نگرانی. انسانی که روزه میگیره نگرانی و استراب از او دور میشه و همچنین دفع وسوسه. روزه پس فواید جسمانی داره. دهها فایده دیگر. حتی جالب که امروز در امریکا تداوی دارن تحت نام با چی؟ روزه درمانی. چگونه؟ به این شیوه که ما روزه میگیریم به این شیوه نیست، با شیوه خاص خود اینا. یک مریض رو میگن تو باید چند ساعت، 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت، چندین ساعت از اکل و شرب خودداری کنید. این مسما شده به نام روزه درمانی. حتی طبیب و علاج توسط روزه. حتی ابن سینایی که مشهور به طب و طبابت و اینهای و بحث عقیدتی و اینا رو ما کار نداریم، اما میمونه مسئله رشته تخصصی و که طب بوده، او باب داره، کتاب داره به نام روزه علاج بیماری ها و بالاخره امراض گوناگون. به هر حال فواید زیادیه، فواید جسمانیه که حتی در ماه مبارک رمضان ما امیدوارم همه بینندگان عزیز و گرامی از زبان خود متخصصین، اطبای با خدا و متقی و پرهیزگار ما داریم در رسانه ها، همه ساله در تلویزیون ها میآین فواید جسمانی روزه رمضان رو بیان میکنن. فواید اجتماعی داره روزه. چگونه فواید اجتماعی؟
وقتی درد گرسنگی کسی کشید از حال گرسنگان واقف میشه. درد جامعه وقت احساس میکنه انسان که او درد به خود انسان برسه. 11 ماه شکم سیر بود، از حال گرسنگان واقف نمیشیم. بر رمضان وقتی شکم گرسنه شد، وقتی تشنه شدیم، قدر آب سردر میدانیم، قدر نانر میدانیم، قدر غذار میدانیم، متوجه میشیم. ماه مبارک رمضان میبینیم رنگ زرد پریده، به یاد او فقرایی که سال به 12 ماه رنگ های اینا پریده هست. به یاد فقرایی که سال به 12 ماه اطفال اونها لبها خشکیده هست. اونها روزدار نیستن سال به 12 ماه، اونها چیزی نیه که بخورن و استفاده کنن. پس ماه مبارک رمضان فواید اجتماعی داره. وقتی اغنیا این قضیه عملا احساس میکنن، متوجه میشن، دست خور سر فقرا، مساکین، مستضعفین، ایتام اینها میگیرن. و همچنین قبلا هم اشاره کردیم که رمضان ماه جوده، بخشندگیه، ماه بالاخره سخاوت. در این ماه بذل و بخشش و بالاخره اینها زیاد میشه که از جمله فواید اجتماعی هست. فواید اخلاقی داره که دروس مختلف برای ما میده، درس صبر و بردباری میده. ماه مبارک رمضان میگه صبر کن از ابتدای روز تا انتهای روز، از اکل و از شرب و از مسئله جماع که هست. یعنی خود را از خوردن، نوشیدن، مسائل شهوانی و اینها خود را حفظ بکن، صبر بکن. خب این صبر که کردیم، انسان که صابر شد، پاداش چی میشه؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. همچنین چه کار میشه؟ اعتماد بر نفس. انسان اعتماد بر نفس پیدا میکنه. شما ببینیم غیر از ماه مبارک رمضان اگر تصمیم بگیریم من 100 چیزی نمیخورم، طبعا امکان نداره. میبینیم حتما یک جرعه قطره آبی هم نوشیدیم. در این راستا اعتماد به نفس از ابتدای روز 16 ساعت، 17 ساعت، حتی بعضی کشورها 20 ساعت، 19 ساعت، شخص امی مجردی که اذان صبح به اصطلاح صبح صادق شروع شد، همی که صدار شنید الله اکبر، خدا بزرگ هست، به الله اکبر امساک، مطمئن میشیم دیگه چای نیست، غذا نیست، آب نیست، آبها گذاشته پیش روی شما اعتماد به نفس پیدا میکنیم. یعنی انسان صاحب اراده فولادین میشه. فولادین میشه. و مجردی که مغرب صدای اذان یا غروب آفتاب که میشه، همین که صدا شد الله اکبر عجلوا فی الفطور. این از جمله فواید اخلاقی اعتماد به نفس انسان و همچنین موضوعی که شما اشاره کردیم تقویت اراده و پایداری فولادینی که بالاخره او هیچ چیزی نمیتونه بشکنانه. پس ایمان انسان، عزم انسان، راسخ انسان متین و محکم میکنه ماه مبارک رمضان. واقعا جناب مولانا صاحب ایمان انسان متجلی میکنه وقتی انسان تمام چیز از خوردنی ها و نوشیدنی ها در مقابلش هست اما امتناع میورزه، نمیخوره. این علامه است که یک قوه بازدارنده هست که ایره باز میداره که او عبارت از خوف الله و ترس الله و داشتن ایمان قوی در وجود انسان میکنه. مسئله ایمان جناب استاد بزرگوار اشاره کردیم. حقیقتا در رمضان انسان ایمان رو میسنجه که چقدر ایمان هست. ما مثلا او انسان هایی که قابل قدرن که به خانه خواهم نشستهن، مثلا در اگر هوا گرمه خانه سرد و دکان و دفترم که میرن سرد و داخل موترم سرد و اینا هم اجر و ثواب و پاداش خورداره، یقینا قابل قدرن. اما میمونه قضایایی که حتی بعضی از انسان ها بیرون کار میکنن، خسته‌ین، ذله‌ین، یک مزرعه کار سر مزرعه خود، هیچ کس نیست، هوا گرم، حتی چای آب خوب خسته هم هست. این چه کار میکنه؟ یعنی چیزهایی که ما چشم سر مشاهده کردیم و میکنیم و در این راستا وقتی سر از اینقدر عطش و تشنگی فشار میاره، یک دستمال تر میکنه، میبینیم بر پیشانی گذاشته، یک دستمال تر میکنه بر بدن خود وصل میکنه، ولی آبر نمی نوشه. پس این نشانه چی هست؟ ایمان هست.
پس حقیقتا مبارک باد بر تو انسانی که چنان روزه داری که در خلوت برای تو اکل و شرب میسر میشه و خوف از الله داری و نمیخوری. الله چی گفته؟ و اما من خاف مقام ربه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. کسی که از خدا بترسه و هوا و هوس زیر پا کنه به خاطر الله، پاداش چیست برای تو انسان مؤمن و مسلمان، برای تو خواهر و برادر؟ فان الجنة هی المأوى، جنت از آن توست. جناب مولانا صاحب، اما قسمی که اشاره کردین، این مهمان خیلی زود گذر است. مهمانی است که مهماندار و مهمان نواز و میزبان در انتظار از اوست. در طول 11 ماه 330 روز انتظار میکشد تا این مهمان برسه. تا این مهمان برسه و این مهمان زود میگذره و این هم تضمین نیست که آیا تو در سال بعد 11 ماه بعد تو زنده هستی یا نیستی، چون اجل هر لحظه به سراغ انسان فرا میرسه و انسان نمیدانه که چه وقت میمیره. بنابراین یک فرصت بسیار طلایی که دست میته در این 30 روز، آیا انسان مکلف نیست که در این 30 روز باید یک برنامه منظم داشته باشه، یک تقسیم اوقات داشته باشه؟ میخوام بپرسم که چگونه فرد مسلمان در طول این 30 روز برنامه خود تنظیم بکنه؟ بدون شک انسان مؤمن و مسلمان نه تنها در رمضان بلکه در طول حیات خود باید تقسیم اوقات داشته باشه. شما ببینیم الله سبحانه و تعالی وقتی در شبانه روز 5 وقت نماز فرض کرده، در نمازها ابتدا و انتهای گذاشته. اول وقت چقدر اجر و ثواب داره، انتهای وقت. در همین قسمت الله سبحانه و تعالی مثلا مسئله حج گذاشته، یک روز عرفات گذاشته و ماه مبارک رمضان را هم از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب یک مدت مشخص و معین از چی ساعتی تا چی ساعتی روزه بگیر. اینها را الله سبحانه و تعالی به خاطر چی؟ به خاطر که یک انسان مؤمن و مسلمان تقسیم اوقات درست و صحیح داشته باشه. حالا در طول عمر باید انسان تقسیم اوقات درست داشته باشه، منظم، خصوصا و بالاخص بر فرصت هایی که پیش می آید. مثلا هر انسانی تقسیم اوقات کاری داره، اما وقتی که شما بخوایم یک سفر داشته باشیم به یک طرف، 10 روزه 5 روزه، قبل از سفر پیش خود میسنجیم که در این 10 روز ما با کدام اشخاص ملاقات میکنم، در چی ساعتی کدام منطقه میرم، با کدام بالاخره گروه می نشینم. سفر خود را کاملا تنظیم میکنیم. قبلا هم تنظیم بوده اما کاملا سفر 10 روزه تنظیم میشه. و یا این که شما اگر ملاقات روزانه داشته باشیم، تنظیم میکنیم که در چی ساعتی با کدام اشخاص، با چی ساعتی در کدام اشخاص دید و بازدید داشته باشیم. ماه مبارک رمضان یک فرصت طلایی هست، یک سفر است. یک شما سفر توصیف هست. کرد. در این ماه مبارک رمضان من میخوام این نکته اشاره کنم. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست. خب باید ملاقات کامل ما، وقت کاملی بری از این مهمان داشته باشیم که قرآن هست. ماه مبارک رمضان ماه اجابت دعا هست. خب باید یک وقت مشخص ما داشته باشیم برای دعا کردن. ماه مبارک رمضان ماه نزول ملائکه و جبرائیل هست. خب فرصت خوبیه، باید ما وقتی برای ملاقات اینها تعیین باشه که اینا چی ساعتی میرسن، چی ساعتی میآین در این قسمت و من مشغول چی کاری باشم، چی کاری باید باشم. ماه مبارک رمضان ماهیه که ماه جود و سخاوت، بخشندگی. در کدام ساعت ما باید جود و سخاوت و بخشندگی داشته باشم، ولو به شق تمر. شاید در این قسمت وقتی ما میگیم بخشندگی، بعضی انسان ها فکر کنن که ایکو تعلق به تجار داره. نه، حتی فقرای ما هم در این ماه میتونن خود را جز سخاوتمندان محسوب کنن، ولو که کسی بری از اونا اگر یک نان خشک داده
اونها باز ایثار کنن نصف نان از خود فقیرتر پیدا کنن برای از او، ربعش کمتر از ربعش. کمتر از ربع. در این راستا این تقسیم اوقات باید در ماه مبارک رمضان تنظیم بشه که از ابتدا، یعنی یک 2 روز دیگه ما در رمضان موندیم که الله برای ما اول توفیق بده که او تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، بعد برای بینندگان عزیز و گرامی ما تقسیم اوقات ساخته بشه. ما در این ماه چه کار باید کرد؟ 2 نکته باید از تقسیم اوقات خود ما کم کنیم، نمیگم کاملا برداریم. یک نکته 11 ماه شاید خواب کافی شده باشیم. اگر در این ماه کمتر هم بخوابیم اشکالی نداره، فرصت خوبیه، به خواب نگذره. ماه مبارک رمضان ماهیه که فتح، پیروزی، ظفره. لااقل اگر ما بر دشمنان خود غالب نمیشیم، بر دشمنی که الله او به زنجیر کشیده بر از او غالب بیاییم، بر نفسی که 11 ماه ما به گمراهی کشانده بیاییم پای خود را بر حلقوم نفس بگذاریم. 11 ماه خواهشات داشت اجرا کردیم، این ماه خلاف میل نفس کار بکنیم، کاملا وقت خود را صرف تقویه روح، تقویه اون معنویاتی که الله سبحانه و تعالی در این ماه گذاشته. و همچنین نکته دیگری بحث اکل و شربه. جناب مونس، بحث پیروزی و بحث نصرت بر دشمن شیطان گفتین و ما میتونیم که اما قسمی که شما اشاره کردین بحث دعا در نیمه این شب، در ساعات پایانی این شب از تیرهای شبانگاه سهام اللیل که در حدیث مبارک آمده بر علیه دشمنهای اسلام، بر علیه دشمنهای انسانیت استفاده کنیم. واضح و مشخص هست که دعا چنان اثراتی داره که میبینیم بر دعای یکی از پیامبران الله سبحانه و تعالی حضرت لوط علیه السلام دعا میکنه. وقتی دعا کرد الله چه کار میکنه؟ فجعلها عالیها سافلها. چه صلاح بزرگ، چه تیر عظیمی. صائم چنان تقسیم اوقات داشته باشه که در حتی جز تقسیم اوقات خودت اختصاص بده که من باید در فلان روز فلان ساعت مخصوص به حق ملت سوریه دعا کنم، نزدیک شام، نزدیک افطار، در فلان ساعت وقت افطار فلان روز در حق یمن دعا کنم، در حق فلسطین دعا کنم، در حق افغانستان رنج دیده دعا کنم، در حق خلاصه کسانی که ما رمضان شاید به آب و به شیر و به غذا افطار کنیم، به حق اونهایی که شاید افطارشان به خون باشه، افطارشان به جنگ باشه، افطارشان به ویرانی و تخریب خانه باشه. پس این تقسیم اوقات تنظیم بشه که فلان ساعت تلاوت قرآن، فلان ساعت وقت اجابت دعا کنیم، فلان ساعت صدقه بدیم، فلان ساعت دید و بازدید از اقربا و خویشاوندان داشته باشیم، صله رحم داشته باشیم، فلان ساعت تاجریم، مسئولیت حکومتی داریم، بریم از فلان مدرسه و ایتام و از فلان بالاخره مراکز دعوی و دعوت و اینها سر بزنیم که اینها در چی حالتی، در چی وضعیتی، در چی حالت قرار دارن. پس تقسیم اوقات خیلی مهمه، ارزش وقت رو باید ما بدانیم، خصوصا در رمضان. من میخوام یک نکته دیگر اشاره کنم به این که این تعلق میگیره برای خواهران، اما قبل از این که من اشاره کنم برای خواهران باید برای مردها این اشاره کنم. برادران عزیز و بزرگوار، شما کسانی که 11 ماه خواهران به داخل خانه ها، یعنی خانم های عزیز و گرامی پخت و پز داشتن، ماه مبارک رمضان زیاد شما همانطوری که خود شما به نماز تراویح می روید، به نمازهای 5 وقت می روید، به نمازهای جمعه می روید، خود شما به عبادات مصروف هستید. درست دیگ پختن و غذا آماده کردن هم یک عبادت هست. من میخوام که 2 فرصت خواهرها از دست میدن و اکثر خواهرها خصوصا چون بحثم افغانستان هست مصروف پخت و پز هستن. وقت افطار
که وقت اجابت دعا هست. تو خواهر خود را مصروف میکنی به پختن دیگ و مصروف میکنی به شستن ظروفی که غذا خورده شده، پس بنااً می شود قبل از افطار غذا را آماده کنید، به دسترخوان بگذارید و تو خواهر مسلمان هم دست به دعا بلند کنید. اگر ما میگیم دعا تعلق به شما خواهرها داره، شما هم بنده الله هستید، همانطوری که مردها مسئولیت دارن شما هم مسئولیت دارید به پیشگاه الله. روزه برای مرد و زن فرضه، دعا برای مرد و زن لازمه. وقتی ما میگیم وقت افطار وقت اجابت دعا هست، تو خواهر چرا از این نعمت عظیم و بزرگ محروم شوید؟ شاید بعضی از خواهرها بگن که مردان ما را وادار میکنن و مجبور میکنن که باید دیگ بپزیم، ولی از تو مرد خواهش میکنم که در رمضان کمی کوتاه بیا در این قسمت. و همچنین وقت سحر، وقت اجابت دعاست. چی می شود 11 ماه را خوردیم، در رمضان غذای ساده تر باشه، غذای عادی تر باشه، همان مصرف اکل و شرب خود را بسنجیم، خود ما غذای ساده استفاده کنیم و متباقی پول را به دروازه خانه فقیر بدهیم که او فقیر هم که 11 ماه غذای درست نداشت در این رمضان غذای درست داشته باشه. پس به اینه که خواهران هم باید تقسیم اوقات درست داشته باشن، وقت تلاوت قرآن، وقت دعا، وقت بالآخره عبادتی که در داخل خانه برای خواهران میسر هست. فرصت رمضان را از دست ندهید. جناب مولانا صاحب، برخی گمان میکنن و میپندارند که روزه یا ماه رمضان تنها خلاصه میشه به ای که ما از خوردن و نوشیدن امتناع بورزیم. یعنی آیا این مفهوم و این برداشت درست است که روزه تنها به امتناع از خورد و نوش خلاصه میشه، ای که بحث رمضان و بحث روزه گرفتن شاملتر و وسیعتر از این پندار است؟ شما ببینیم کل عباداتی که ما انجام میدهیم، کل عبادت، نماز، روزه، زکات، حج، اینها هم یک جسم داره، یک روح داره، یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهرا اشخاصی که نماز میخوانن، ما میبینیم نماز میخوانن، اما چی وقت این قبول میشه؟ ظاهرا یک شخص رو میبینیم اکل و شرب خود را منع کرد، روزه داره، اما پیشگاه الله چی وقت قبول میشه؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید. سوالشون خیلی مهمه. ما در رمضان میبینیم خیلی کسان روزه دارن ولی نماز نمیخوانن، مثلا روزه دارن و اخلاق اینا تاثیر نگذاشته، هنوز بد اخلاقی هست، هنوز عصبانیت هست، هنوز ظلم هست، روزه هم داره. مثلا روزه گرفته هنوز همان لهو و لعب و بالاخره در این راستا. روزه داره هنوز در تخت دکان و بیع و شراء و معامله نشسته هست، هنوز بحث غش و بحث خدع و فریب و اینها هست. روزه داره مثلا هنوز رشوت میخوره، روزه داره هنوز معامله ربوی هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیس الصیام من الاکل و الشرب. نیست تنها روزه به این که خود را منع کنه شخص از اکل و شرب، از خوردن و نوشیدن. پس انما الصیام، صیام و روزه حقیقی اینه که من اللغو و الرفث، خود را باز بداره از کارهای زشت و ناروا. یعنی وقتی ما میگیم خودداری بشه از اکل و شرب، ما وقتی میگیم روزه تنها نباید دهن ما روزه از اکل و شرب، این دهن باید روزه داشته باشه. چگونه؟ غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه، لهو و لعب نداشته باشه. چشم ما باید روزه داشته باشه، گوش ما باید، چشم ما باید روزه داشته باشه. اگرچه این اعضا باید همیشه باید این اعضا روزه داشته باشه برای یک مسلمان، اما در رمضان باید متمکن به یقین گوش ما باید روزه داشته باشه.
حتی بینی ما باید روزه داشته باشه. چگونه؟ اگر ما حتی از یک میبینیم که یک زن ندانسته و بیخبر خود را عطر زد در بازار بیرون شد، عطر او را اجازه ندیم به شام ما برسه. باید روزه داشته باشه، دست ما روزه داشته باشه، قدم ما، پای ما روزه داشته باشه. روزه اینها چگونه؟ خلاف دستورات اسلام اینا عمل نکنه، جایی که الله نمیخواهد اینها حرکت نداشته باشه. پس رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تنها خودداری از اکل و شرب این حقیقت روزه نیست. فقط ظاهرا میبینیم فلانی روزه داره، اما باطنا مهم که به پیشگاه الله قبول میشه باید که انسان از لهو و لعب و از اینها خودداری کنه. حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند، خیلی تکان دهنده جناب استاد بزرگوار، واقعا الله سبحانه و تعالی توفیق بده که انسان روزه که خدا و رسول از ما خواسته ما به پیشگاه الله تقدیم کنیم. میفرمایند رب صائم لیس له حظ من صومه الا الجوع والعطش. خیلی تکان دهنده هست. بسیاری از صائمین هستند که روزه میگیرن، از اون روزه خود حظ و بهره نمیبرن مگر چی؟ گرسنگی و تشنگی. فقط گرسنه شدن، تشنه شدن. اگر خدای نخواسته ریا بود عذاب هم داره، اگر عجب بر انسان پیدا کرد عذاب هم داره، اگر به خاطر فریب دیگران بود عذاب هم داره. حدیث دیگر میفرمایند حتی شب زنده‌داری ها، ما اشاره کردیم کسی روزه بگیره ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و یقین و اخلاص باشه. شب زنده‌داری هم من قام رمضان ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و یقین باشه، غفر له ما تقدم من ذنبه میشه. در شب زنده‌داری ادامه حدیث میپرن و رب قائم لیس له حظ من قیامه الا السهر و النصب. خیلی از شب زنده‌دارهای هستن که شب زنده‌داری میکنن، هیچ بهره به اونها نمیرسه الا خستگی و چی؟ خستگی و بیدارخوابی. سهر بیدارخواب شدن و همچنین خود را خسته کردن. پس به طور خلاصه و فشرده ما به خاطر قبولیت کل اعمال دو نکته اشاره میکنم، اینه که هر عبادتی که ما انجام میدیم باید در از دو چیز باشه: اخلاص، الا لله الدین الخالص مخلصین له الدین. خب اخلاص تنها کفایت نمیکنه، چون بت پرست خیلی با بت خو اخلاص داره. مثلا ما روزه میگیم، یهودی ها هم روزه میگیرن، مسیحی ها هم روزه میگیرن، حتی از عبادات میگیم. خیلی اشخاص دیگری هستن در روی زمین آنقدر به عبادات خود اخلاص دارن که هر چی فکر کنیم. نکته اول اخلاص، نکته دوم به اخلاص تنها مورد پذیرش الله قبول نمیشه. نکته دوم اینه که متابعت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. هر عبادتی که انجام میدیم طبق دستورات پیامبر باشه. اگر طبق دستورات پیامبر بود اخلاص نبود قبول نمیشه. اگر اخلاص بود طبق دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود بازم قبول نمیشه. مشروط بر این دو شرط، مثل دو بال یک هواپیما در این قسمت. پس زمان روزه ما، نماز ما، حج ما، اینها قبول میشه که اخلاص باشه و همون طوری که فرمودن صلو کما رأیتمونی، نماز بخوانید مثل که من نماز خواندم. همون طوری که میفرماین شما حج کنید مثل که من حج کردم. همون طوری که بالاخره در تمام عبادات قاعده کلی هست، قاعده کلیه. عبادت ما و عبادات ما، اعمال ما چی وقت قبول میشه؟ که در از او اخلاص باشه و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم. پس تنها اکل و شرب و جماع که این سه چیز خب معروف و مشهوره که خودداری میکنیم: اکل، خوردن، نوشیدن، از مسائل جماع. آیا این سه چیز روزه ما کامل میکنه؟ نه خیر. فقط ظاهرا شخص روزه داره
ظاهرا روزه داره، اما باطنا که بخوایم روزه حقیقی که به نزد الله سبحانه و تعالی مورد پذیرش واقع بشه، باید در از او عمل صالح اخلاص باشه و مطابقت به نبی کریم صلی الله علیه و سلم داشته باشه. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی، باز هم یک میان برنامه ای را که در ارتباط به استقبال از ماه رمضان است میبینیم و برمیگردیم و برنامه را پی میگیریم. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم. چنان که در این ترانه زیبا دیدین، ایو کاش که این عزیز و این رمضان همیشه نزدیک می بود، نزدیک نیست. شاید که من و شما در این چند ساعت و چند روزی که باقی مانده شاید رمضان رو درک بکنیم و شاید هم نکنیم، و اما از درگاه الله تعالی استدعا داریم که چند روز بر عمر ما بیفزاید تا این ماه مبارک را و این عزیز گرامی را درک بکنیم، تا از این فرصت استفاده کنیم برای کسب رضایت الله تعالی و برای دعا بر مسلمانان، دعا برای مسلمانان جهان تا از این وضعیت اسفباری که قرار دارند رهایی پیدا بکنن. خب از دوستای گرامی در اتاق کنترل از فرید جان و جاوید جان تقاضا دارم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا بیننده های عزیز و گرامی که مایل هستند با ما در این بحث شریک شوند تماس بگیرن. تلفن های برنامه زیرنویس شد. خب جناب مولانا صاحب، تا فرصتی که تماس ها برقرار شد برمیگردم خدمت شما. شما قبل از میان برنامه به بحث اخلاص و متابعت یا پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردین و گفتین که با اخلاص و با متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونیم که اعمال خود به درگاه الله تعالی تقدیم بکنیم که مورد قبول واقع شود. میشه که باز هم از برخی از علائم و نشانه های دیگر قبولی اعمال و قبولی روزه اشاره بفرمایید تا بیننده ها متوجه شوند که آیا اعمالشان قبول شده یا نه، گرچه یعنی از الله تعالی امید داریم که اعمال ما به درگاه از او قبول شود. تشکر. اگرچه سوال شما بحث طولانی هست و فقط فهرستوار چون استاد چون علائم قبولیت طاعات و عبادات زیاد هست، من فهرستوار بیان میکنم. اگر باز هم میخواین که من تماسا را بگیرم، بعد از تماسا اگر صحبت میکنین خب باز هم اختیار داریم. بیان میکنم. خب بفرمایید. چون وقت میدیم برای بینندگان عزیز و گرامی. الله سبحانه تعالی میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. الله سبحانه تعالی اعمال کسی که انجام میده از متقین پذیرفته میشه. و روزه ماه مبارک رمضان هم هدف اینه که لعلکم تتقون. ما اگرچه 10 علامت اشاره، ما 5 تا اشاره میکنم، میریم به سراغ بفرمایید بینندگان عزیز. اولین کسی که متوجه شه که این طاعت و عبادت ما قبول شده یا نشده، عدم الرجوع الى ذنب بعد الطاعه. یعنی وقتی که عبادت را انجام داد، بعد از عبادت دیگه به گناه و معصیت رجوع نکنه، این طاعت قبول شده. وقتی نماز شد که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر شد، این نماز قبول شده. روزه متقی کرد، این روزه قبول شده. دوم اینه که بیم از این که عمل قبول نشه، وقتی شخص هر عمل انجام میده ترس داشته باشه که یا رب قبول میشه یا نمیشه. وقتی در دل پیدا شد، این نشانه قبولیت اعمال هست. سوم توفیق عمل صالح بعد از عمل. یعنی مثلا وقتی که شخص روزه ماه مبارک رمضان رو گرفت، بعد از رمضان باز تشنه رمضان دیگر بود، لحظه شماری میکرد، اشک میریخت که رمضان رفت، من
آیا رمضان بعدی هستم یا نیستم. این هم نشانه و علامت قبولیت هست. چهارم استصغار العمل. هر عملی که انسان انجام میده بزرگ نشماره پیش خو که من شب زنده‌داری کردم در رمضان، من روزه گرفتم در رمضان، من و بالاخره فکر بکنه که نتوانستم حق رمضان را ادا کنم. وقتی دارای این فکر بود که حق رمضان ادا نشد، حق این روزه ادا نشد، من چه کار باید کرد؟ در این هم علامت و نشانه قبولیت هست. پنجم حب الطاعه و کره المعصیه. محبت و شوق و اشتیاق طاعت و عبادت در دل باشه و از گناه و معصیت انسان متنفر و بد ببره. این علامت و نشانه قبولیت طاعت هست. تشکر جناب مولانا صاحب. من میرم سراغ بیننده ها چون خیلی زیاد هستن پشت خط. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. میشه خود معرفی بکنین و از کجا صحبت میکنین؟ من هستم از ایران. خب آقا از ایران بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آقای مدیر رحمت بفرمایین، پشت خط هستین بیننده گرامی. بفرمایین مستقیما صحبت بکنین بیننده گرامی. دختر بچم فلوش روزه بگیره. خب صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی، شما مستقیما بیاین صحبت بکنین. خب از بیننده‌های عزیز و گرامی تقاضا دارم که وقت تماسشان برقرار میشه مستقیما صحبت بکنن و از طریق گوشی تلفن با ما دائما در ارتباط باشن. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید خود معرفی بکنین. نام احمد قاسم است، از ولایت قم گام میزنم. احمد قاسم بفرمایید برادر گرامی. تشکر مولانا صاحب. سوال من است که مولانا صاحب که اشاره کرد به خاطر در روزه که گرمی است رومال تر کرده پیشانه میمانه در سر سینه میمانه. خاطر گرمی است، از سبب خاطر گرمی بار بار تکراری در سر خود آب انداختن، به آب شیشتن، غسل کردن. چرا رقم داریم بارد تشریعات انشالله این بود که در روزه که مشکل ایجاد کنه میشه. بخیر انشالله توضیحات میدن جناب مولانا صاحب. تشکر از شما بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید خود معرفی بکنین مستقیما روی اصل مطلب بریم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام خسته و علیکم السلام. بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلامت باشین بیننده گرامی. شما وصل هستین، چون وقت ضایع نشه بفرمایید صحبت بکنین. چند تا سوال داشتم خدمت شما مولانا مدیر رحمان. بفرمایید سوالتان مطرح کنین. مسافرت درباره مثلا ماه مبارک رمضان، حالا میشه مسافرت کنی مثلا روزه بگیری؟ نفهمیدم. میتونی روزه بگیری؟ خب در مسافرت. خب درست است. بله در مسافرت. بله فهمیدم. سوال بعدی؟ خب مثل که سوال بیننده را گرفتیم، سوال دیگرشان ماند و تماس قطع شد. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام. صدای شما را داریم میشنیم. خود معرفی بکنین و مستقیما روی اصل موضوع برین. زبیلا هستم، از ایران زنگ میزنم. خب بفرمایید برادر گرامی. می‌خواستم یه سوال داشتم بهتون سوال کنم. بفرمایید. الو بفرمایید بیننده گرامی. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید سوالتان مطرح بکنین. یه وقت ما در تهران زندگی میکنیم.
خب اینجا 2 تا آدم هستن دارن نماز ما رو میگذارن. اینا سر دعا دست جمعه دعوا دارن، میگن یکشون میگن که دعا دست جمع آمده، یکشون میگن دعا دست جمع نیامده. خب بعدش خب من از بیننده های عزیز تقاضا میکنم باز هم مکررن وقت تماس برقرار میشه مستقیما سوالشان مطرح کنن چون وقت ضایع نشه. بیننده بعدی سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید شما روی خط هستین. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. و سوال ما است که ما اینجا از 20 ساعت زیادتر می باشه روزه ما. خب 20 ساعت در کجا گفتین خواهر گرامی؟ بله بفرمایید 20 ساعت گفتین در جایی که هستین، در جایی که ساکن هستین روزانه 20 ساعت زیادتر شما روزه میگیرین. بفرمایید. بله ما به می وقت امیجا بگیریم یا به وقت عربستان یا ترکیه؟ خب شما گفتین خیلی در ترکیه زندگی میکنین؟ نه در نروژ. خب درست است. گرفتیم سوالتان خواهر گرامی. انشالله منتظر باشین جناب مولانا صاحب جواب میتن. تشکر از شما. و علیکم السلام. خب بیننده بعدی سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده عزیز من بارها تکرار کردم که وقتی وصل شدین مستقیما بیاین صحبت بکنین، خود معرفی بکنین و صحبت کنین. بیننده گرامی. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. بفرمایید. ما مولانا صاحب مجیب رحمان میخوایم یک سوال کنم. سلام برش. مولانا صاحب هم صدای شما را میشنون، خدمت شما متقابلا سلام عرض میکنن. بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین بیننده گرامی. ما از مولانا صاحب محترم اول احترامات خود تقدیم برای شما برای مولانا صاحب میخوایم که خب بیننده گرامی تقاضا کردم که از طریق گوشی تلفن سوالتان مطرح کنین چون فکر کنم صدای تلویزیونتان بلند است، دوباره تکرار میشه. خب میریم سراغ تماس بعدی. باز هم مکررن از بیننده ها خواهش میکنم که صدای تلویزیونشان را ببندن و از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشن و به مجرد از اینکه تماس برقرار میشه صحبتشان را مطرح بکنن. بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. سلامت باشه. محمد شفیع امینی هستم از هرات مقیم در ایران. خب بفرمایید برادر گرامی. آقای استاد سیغل عزیز گفتنی خاصی ندارم، فقط یک خواهش داشتم از کارکنان وصال هست. بفرمایید. این چیز اگه امکان داره سخنرانی ها مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری یعنی در طول هفته مثلا سه‌شنبه چهارشنبه اینا برنامه ریزی کنیم، سخنرانی‌هایی که به گازرگاه شریف اینا تبلیغ کردم اگه امکان داره از اینا پخش کنیم. انشالله بیننده گرامی این خواهش شما را و این تقاضای شما را یا درخواست یا پیشنهاد شما را ما خدمت مدیریت گرامی مطرح میکنیم و انشالله که امکان داشته باشه که البته استاد سیغل عزیز این خواهش تنها از منیه، خیلی از جوانان که خارج از کشور این خواهش دارم، انشالله سعی کنیم که بشه انشالله. خلاص انشالله که صدای شما را مسئولین و بخصوص مدیریت محترم شبکه جهانی وصال حق شنیدن و به خواهش شما انشالله که لبیک گفته شود. تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. انشالله موفق و کامیاب باشین. سلامت باشین بیننده گرامی. سلامت باشین. سلامت باشین. بیننده بعدی سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایین در خدمت شما هستیم، خود معرفی بکنین. ما عثمان هستم از تاجیکستان. خب بفرمایین برادر گرامی از تاجیکستان. اول شما و جناب
روز فرارسی عید رمضان تبریک مبارکباد مینامم و بعد یک سوال پرسیدن میدونم که بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. بیننده گرامی خواهش میکنم از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین و سوالتون رو مطرح بکنید. شخصی که کسل قند شکر دارد او باید چه عمل را بجا آورد؟ در ارتباط به روزه میپرسین. شخصی که بیماری قلبی یا بیماری قند یا شکر داره چه باید بکنه؟ روزه بگیره یا نگیره؟ هدفتان همیست؟ خب مثل که تماس با ای عزیز ما قطع شد، میریم سراغ بیننده بعدی. انشالله که سوالش گرفتیم. سوال برادره. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. و علیکم السلام. از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. تلویزیونتان صدای تلویزیونتان کاملا پخش بکنین یا تلویزیونتان ببندین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد یک سوال داشتم. بفرمایید خواهر گرامی. داره که ما 12 ساله. صدایتان انشالله واضح هست. بفرمایید. روزه بالایش واجب شده مگر جسم جایی لاغره. سوال می بود که و در ضمن تکلیف میده هم داره. سوال می بود که آیا بگیره تا او وقتی که میتونه یا هیچ از اول رمضان روزه نگیره و بعضی روزا تقریبا ضعیف است که بعضی روزا در مدرسه وضعیت خراب میشه ضعف میکنه. این قسمت درست است خواهر گرامی. سوالتان گرفتیم. سوال دیگری هم داریم؟ یک سوال دیگه هم داشتم ببخشید استاد که بله که نماز تراویح 8 رکعت است یا 20 رکعت؟ گرچه جناب مولانا صاحب در ارتباط توضیح دادن باز هم ان شاءالله توضیح میتن خواهر گرامی. تشکر از شما. تشکر. خدا. علیکم السلام. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. شما وصل هستین؟ بیننده گرامی سلام علیکم. شما وصل هستین. بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. میاد صدا؟ صدای شما پخش میشه به طور مستقیم و زنده. بفرمایید سوالتان رو مطرح کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام. مولوی مجیب الرحمن. و علیکم السلام. برسم. و علیکم السلام. زکات به فرزندم واجب است؟ به مولانا بگو که فرزند کم دست باشه پدر میتونه زکات به پسر بده؟ زکات فرزند انشالله گرچه سوال تقریبا فقهی است میشه این سوال در برنامه پرسش پاسخ مطرح کنین، اما انشالله باز هم میشنوین. تشکر از شما بیننده گرامی. بفرمایید. شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. سلامت باشید. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی شما وصل هستین. بفرمایید. خب بفرمایید. الو. بیننده گرامی شما وصل هستین. بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید برادر. سلامت باشین برادر گرامی. صدای شما داره پخش میشه. عاجل سوالتان مطرح کنین اگر صحبت یا سوالی دارین. خیلی سلام میگم استاد گرامی. ما هم خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. بفرمایید. چند تا سوال داشتم خدمت شما بی‌زحمت. آیا در ماه مبارک رمضان میتونیم نماز کامل بخونیم یا نماز شکسته بخونیم در حال مسافرت؟ در حال مسافرت در ماه مبارک رمضان میتونین که نمازتان قصر کنین یا نه؟
همینجوری که مثلا روزه مثلا کامل میگیری که مسافرت میشه نماز هم کامل بخونی یا شکسته بخونی؟ انشالله این سوال تا نگرفتین. بله یه سوال دیگه هم داشت که مثلا بذاری سوال نیست اتفاقا میگیر سوال میپرسد این شبکه کلمه چی شد مثلا قطعش کردم. بیننده گرامی اگر گوش کنید بیننده عزیز اگر بحث در ارتباط با موضوع برنامه است خوب و الا بحثایی که خارج از برنامه باشه از قبولیش و از شنیدنش معذرت میخوایم و شما را به خداوند کریم میسپاریم. میریم به سراغ بیننده بعدی. بفرمایید بیننده گرامی. بله بفرمایید شما وصل هستین؟ بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم با مولانا سید مجیب الرحمن. و علیکم السلام جناب مولانا صاحب صدای شما را میشنوند بفرمایید. ما خواهش داشتیم که تبلیغ و اجرای مولانا صاحب مجیب الرحمن اگر برای ما پخش کنید و ما برادر ایراکی ما که زنگ زد موافق هستیم. تشکر. اگر در ارتباط به موضوع برنامه گفتنی دارین؟ خواهش داشتیم. خب خواهش شما را خواهش داشتیم. سلامت باشین. تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. استاد بزرگوار من سال داشتم از استاد بزرگوار نیرو رحمان امسد. اول اینکه استاد بزرگوارم و جمعی کارمندان شبکه جهانی وصال حق را با فرا رسیدن این ماه پربرکتی ماه مبارک رمضان و جمعی امت اسلامی را تبریک میگم و الله مهربان تحقیق روز افضل مسیر ما گرداند و به هر یک شما سلام بزرگوار سعادت دنیا آخرت است. میدارم از الله مهربان و سوال داشتم در مورد صدقه دادن. استاد اگر انسان وقتی خواب کار خیر انجام دهد چگونه اون رو انجام دهد که دستی راست بسید و دستی چپش از آن خبردار نباشد و بود اگر اون خیری و صدقه که میفرستد اون اگر ریو نبود که ریو شود مثال اگر که اون رو فرستد چخیل اون رو انجام دهد که از ریو خدا هم حفظ کند از ریو نفاق. این بود سوالم استاد متوجه شده؟ بله سوالتان متوجه شدیم که البته هدفتان از فهم مفهوم ای که چگونه انسان وقت صدقه میته با دست راستش دست چپش خبر نشود یا اگر دست چپ با دست راست یعنی عموما انسان چگونه صدقه بده که دیگه از ریا دور باشه. شنیدیم سوالتان گرفتم خواهر گرامی. بله دیگر سوالی نداشتم. الله مهربان سعادت دنیا. آمین آمین. تشکر از شما. سلامت. تشکر از شما خواهر گرامی. خب میریم به سراغ بیننده بعدی که البته انشالله آخرین بیننده باشند چون وقت هم تقریبا از 15 دقیقه بیش وقت نداریم. بیننده بعدی سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر گرامی. یک سوال داشتم در رابطه به نماز تراویح. ما تو ایرانیم تنها تو ایران نماز تراویح چجوری بخونم؟ تنها هستین نماز تراویح را چگونه بخونین؟ درسته سوالتان گرفتیم برادر گرامی. سوالتان گرفتیم. خب بیننده بعدی را میگیریم. فکر کنم که وصل کردین آخرین بیننده است جناب مولانا صاحب. این بیننده را میگیریم و برمیگردیم خدمت شما. سلام علیکم بفرمایید. الو بفرمایید خواهر گرامی. الو بفرمایید صدای شما داره پخش میشه. سلام علیکم. شبکه وصال حق. بله شبکه وصال حق بفرمایید. شبکه وصال حق. ببخشید میخواستم با مجری برنامه حرف بزنم. مجری برنامه با شما هستم خواهر گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید شبکه وصال حق. بله شبکه جهانی وصال حق بفرمایید اگر سوال دارین. میخواستم بپرسم میگفت
گفتن که مولوی مجیب الرحمن گفتن که مثلا آخر رمضان باید مثلا اصلا معذرت میخوام. بفرمایید خواهر گرامی. اینکه مثلا آخر رمضان برای رمضان عکس بزن. خب یکی از علامات قبولی رمضانه. خب الان مثلا ریختن اشک به خاطر این که باشه، به خاطر این باشه که چی؟ به این باشه که مثلا چرا رمضان تمام شده؟ چون یکی از آرامش قلب رمضانه. خب دیگه خیلی آرامش پیدا میکنم. به خاطر این باشه، به خاطر اینکه این باشه که چرا رمضان تمام شده. این آرامش. خواهر گرامی شما زیاد صحبت کردین. من اگر مفهومتون درست گرفته باشم، یعنی شما میخواین بگین که آیا اشک ریختن در فراق رمضان از علائم قبول عبادت است یا قبولی روزه است؟ میخواستین این رو بگین؟ خب آره. خب خلاص، اگر این سوال باشه این سوالتان گرفتیم خواهر گرامی. تشکر از شما. تشکر خواهر گرامی، تشکر از شما. فکر کنم اکتفا میکنیم از بیننده های عزیز و گرامی که پشت خط منتظر هستن و جناب مولانا صاحب خیلی بیننده های زیادی هستن، اما وقت ما هم کم است. تقریبا فکر کنم 10 دقیقه بیش وقت نداریم. برمیگردیم خدمت شما و از تک تک شما عزیزان که همین لحظه پشت خط هستین معذرت میخوام به نسبت کمی وقت و انشالله که در برنامه های بعدی صدای شما را داشته باشیم. جناب مولانا صاحب برمیگردیم خدمت شما و سوال های بیننده های عزیز و گرامی. سلامت باشیم. دوستا سوال کردن که الله سبحانه تعالی همه در حفظ و حمایه خود داشته باشه. سوال اول این بود که اشخاصی که بارها و بارها در روز بر سر خود آب می اندازن یا دستمال تر میکنن بر سر خود و اینها، آیا این در روزه اشکال وارد نمیکنه؟ نه خیر. اگر چندین مرتبه بر سر خود کسی آب بیاندازه در روزه اشکال وارد نمیکنه، مگر مسئله آب بازی. فقها بیان کردن که کسی که بر حوض آب پایین میشه و آب بازی میکنه یعنی روزه مکروه میشه و کراهیت داره و خصوصا و بالاخص اگر زیر آب میره احتمالات داره که از بینی و بالاخره آب در ندانسته و نفهمیده آب فرو بره بر حلقوم. سوال دیگر این بود که آیا مسافر میتواند روزه بگیرد؟ بله، یک مسئله رخصت هست، یک مسئله عزیمت هست. یعنی برای مسافر رخصت داده شده که در سفر روزه افطار کنه، اما روزه که میگیره اشکال نداره و ثواب و اجر پاداش هم داره. و اما عکس مریض هست. یعنی برای مسافر بهتر اینه که روزه بگیره در حالتی که رخصت هم داده شده، اما مریض به سر خود فشار نیاره. مریض به سر خود فشار نیاره. به مجردی که مریض هست و طبیب او اجازه داده، الله سبحانه تعالی میگه فمن کان منکم مریضا، کسی که مریض بود و یا مسافر بود و بالاخره فعدت من ایام اخر، بعد از رمضان از مسافرت آمد روزی خور بگیره و بالاخره مریضی و که صحتمند شد روزه بگیره. و اشاره کردن یک بیننده دیگر ما که اگر در مسافرت طوری که مسافر روزه میگیره آیا نماز هم کامل بخونه؟ نه خیر، برای مسافر قصر هست، نماز باید قصر بخونه. صحبت از فکر کنم از یکی از کشورهای اروپایی از نروژ بودن و اگرچه این سوال بارها و بارها جواب دادیم. مسئله 20 ساعت قاعده کلی و قول راجح همینه که هر منطقه‌ای که طلوع و غروب داره باید روزه بگیرن، چی 18 ساعت هست چی 20 ساعت هست در این راستا. او مسئله که آیا مطابق به اوقات مکه مکرمه یا افق مکه مکرمه روزه گرفته، اون مناطقیه که 6 ماه شب و 6 ماه روز و 4 ماه شب و 4 ماه روز و اما 20 ساعت, یعنی 20 ساعت باید روزه بگیرن. چون خود قرآن اشاره میکنه که شما وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، از صبح صادق تا به غروب. سوال دیگری که سوال نمیدن بازم ارتباط میگیره که کسی که مرض شکر داره، امی که مریض شد
الله سبحانه و تعالی برای اجازه داده که روزه بخور، هیچ مسئولیتی پیشگاه الله سبحانه و تعالی میشه مریضی باشه که مؤثر نباشه جناب مولانا. وقتی شما ببینید بیماری که البته بحث اینجا فکر کنم بیماری است که از طرف طبیب حاذق اجازه داده شده باشه. وقتی که شخص مریض بود و طبیب انسان مؤمن و متقی و پرهیزگارم بود اجازه داد، تشخیص کرد روزه اجازه که بخوره. خواهر ما سوال کردن طفل ما 12 ساله هست و تکلیف معده هم داره، آیا که این روزه بگیره یا نگیره؟ اما قضیه‌ای که بیان کردن که تکلیف معده داره تا وقتی که صحتمند میشه. قبلا ما اشاره کردیم که خود روزه بر معده شفا هست، یک نکته. اما این که گفتن در مدرسه و مکتب و اینها میره در مسیر راه، 12 سال است مکلف هم نشده جناب مولانا. و بحث اینه که وقتی میفته زف میکنه و بالاخره در این راستا شریعت مقدس اسلام برای اجازه داده حتی کسی که مکلف باشه، چه جایی که این طفل 12 ساله هست، یعنی به سن بلوغ نرسیده. بحث نماز تراویح گفتن 8 رکعت یا 20 رکعت، قبلا اشاره کردیم کسی که 8 رکعت هم بخونه حکم سنته، کسی که 20 رکعت هم بخونه حکم سنته، فرق نمیکنه که هر کدام بخونن. زکات فرزند گفتن، مسئله زکات را اشاره کردن. بحث زکات یک بحث اصول و فروع هست که شریعت مقدس اسلام یعنی فرزند زکات را به هیچ عنوان به پدر نمیده و پدرم این شکل. اما بین فقها مسئله اتفاقیه، پسر به پدر زکات نمیتونه داده، اما بعضی از فقها اشاره میکنن که وقتی فرزند فقیر بود پدر میتونه به فرزند بده. اما بهترتر در اینجا من همین میخوام، یعنی قضیه پدر و فرزند به این سرحد کشیده که بیاین بحث زکات، یعنی فرزند چگونه پدر خود را به منزله یک فقیر و محتاج حساب میکنه که به زکات بده. باید در بین هم دیگر بیشتر و بیشتر در مساعدت باشه، کمک باشه، همکاری باشه. پدر چیزی داره در خدمت فرزند بگذاره و فرزند چیزی داره در خدمت پدر بگذاره. اگر بحثشان نیست که میتونه که پدر از بجای فرزند هم زکات بده، بحث جداست. اگر بحث وکالت، مثلا اگه پدر سرمایه داره بچه فرزند خود وکیل خود استاده میکنه میره زکات میده، و عین شکل عکس فرزند سرمایه داره به پدر خود میگه تو زکات بدی. گفتن در حال مسافرت هستیم و روزه هم هستیم، آیا نماز کامل بخونیم؟ اشاره کردم قبلا او موضوع. نماز تراویح گفتن که ما تنها هستیم در ایران و نماز تراویح چگونه بخونیم. هدف از نماز تراویح اگر میتونن تنها همون 20 رکعت 8 رکعت کمتر بیشتر، هدف اینه که در رمضان قیام انسان داشته باشه بعد از فرض. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی 2 رکعت توان دارن بخوانن، 4 رکعت توان دارن بخوانن، بیشتر توان دارن بخوانن. در این راستا حتمی و واجب و لازم برای از اینانیه که تک و تنها در اونجا مستقیم برای خود فرض و واجب و لازم بدانن که به تنهایی 20 رکعت ادا کنن. خب خواهر گرامی که در ارتباط به دادن صدقه، اعطای صدقه سوال کردن که چگونه میتونیم صدقه را بدور از ریا و بدور از اینکه کسی مسئله ریا تعلق داره به قلب انسان. یعنی هر قدر شخص پنهانی صدقه بده، اگر خدای نخواسته هیچ کس هم نبینه که ولو که به پیش خود از او عجب پیدا شد، باز هم خطرناک هست. خودپسندی، عجب، من هستم صدقه میدم، هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدانه، فقط من شاید این کارو بکنم، این هم صدقه از بین میبره. انما الاعمال بالنیات. الله سبحانه و تعالی بر نیت ها نگاه میکنه. شاید یک نفر خیلی علنی صدقه بده، نیت این باشه که من صدقه میدم، من به امیر رمضان کمک میکنم به فقیر و مستضعفین تا 10 نفر دیگر هم مرا ببینه و تشویق بشه و برای فقرا کمک کنن. پس به هر حال مسئله ریا یک مسئله قلبی هست. ما هیچ وقت نمیتونیم قضاوت کنیم که اعمال فلانی در عرصه صدقه دادن، زکات دادن، عبادات ریایه، به خاطری که ریا تعلق میگیره به قلب خود شخص. خب جناب مولانا صاحب، فکر کنم سوالات تمام شد. به 3-4 موردی که مانده بود در بحث قبولی علائم و نشانه های قبولی اعمال که خواهر گرامی ما هم اشاره کردن که آیا اشک ریختن در فراق رمضان از نشانه های قبولی؟ قبلا اشاره کردیم که یعنی در فراق رمضان، در فراق اعمال که انسان باشه، خود از این نشانه قبولیت هست. مسئله دیگر امیدواری و کثرت دعا. وقتی که انسان عمل را انجام میده امیدوار باشه که این عمل ما به پیشگاه الله سبحانه و تعالی امیده که الله قبول کنه، و دعا داشته باشه بعد از هر عملی که انجام میده. فاذا فرغت فانصب
و الی ربک فرغب. بعد از هر عملی که انجام میده دست به دعا بلند کنه، پروردگارا تو این را قبول بفرما، یعنی دعا داشته باشه. مثالی دیگر حب صالحین هست، یعنی کسی که انسانهای صالح دوست داره، صالحین دوست داره و بغض داره با اهل معاصی، این شخص از نشانه قبولیت اعمال، یعنی طاعتی که انجام میده الله سبحانه و تعالی انشاءالله قبول میفرمایه. کثرت استغفار، یک نفر زیاد استغفار داره، روزانه 100 مرتبه بیشتر کمتر و بالاخره استغفار میکنه بعد از هر نمازی و بالاخره در این راستا، این نشانه قبولیت اعمال هست. و همچنین مداومت بر اعمال صالحه که خیلی مهمه. یعنی مثلا وقتی که شخص همیشه عادت داره مسجد 5 وقت نماز میآید، اگر رمضان آمد در مسجد و عبادت کرد و انجام داد، بعد از رمضان پس با مسجد و با همه خداحافظی و بالاخره همه ترک کرد، پس این عبادت قبول نشده. همیشه 5 وقت در نماز روزه رمضان، همیشه در دعا، همیشه در صدقه. در حدیث میاره که حتی ولو و انقل، شما مداومت در اعمال داشته باشین ولو که کم باشه، ادومها و انقل، مداوم باشه، مداوم باشیم. پس این از جمله قبولیت اعمال. دهم هم اینه که دیگران را دعوت دادن. وقتی میفهمی که صدقه ارزش داره، دیگران را هم تشویق کن. وقتی میدانی رمضان فضایل داره، دیگران را هم تشویق بکن. وقتی میدانی نماز اینقدر اجر و ثواب داره، اینقدر فواید داره، دیگران را هم تشویق کن. وقتی علاقمند شدی که دیگران هم به این کارهای خیر شریک بشن، این علامت قبولیت اعمال خود شخص است. تشکر جناب مولانا. برنامه ما هم در همین لحظات به پایان رسید. من از شما در پایان این برنامه جهان سپاس و امتنان دارم که باز هم در این برنامه از سلسله برنامه های قلب آسیا در استودیو حضور داشتین و البته با من شخصا، و از بیننده های عزیز و گرامی هم که تا این لحظه با ما بودن، از اونها هم تشکری میکنم و از بیننده هایی که نتونستیم تماس هایشان دریافت کنیم، از اونها هم سپاس و امتنان دارم. و در آخر باز هم جناب مولانا صاحب اشاره میکنن مثل که توصیه دارین، میشه در یک دقیقه باز هم وقت داریم جناب مولانا صاحب. سلامت باشیم. چون ما توصیه برای دوستا و عزیزا اینه که چون فرصت برای رمضان، یعنی رمضان شروع میشه، رمضان ماه دعا هست. شما ببینیم نکته در آیات نهفته که بعد از آیات صیام، یعنی الله سبحانه و تعالی آیات دعا رو بیان میکنه، و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. ربط و ارتباط این آیات دعا با آیات صیام چیه؟ نشان دهنده اینه که به صراحت کامل ماه مبارک رمضان ماه اجابت دعا هست. پس برای همه صائمین ماه مبارک رمضان، برای همه عزیزان این را میگم که وقت سحر و وقت افطار دعا را فراموش نکنید. شاید تو خواهر و برادر بگی که من نسبت به قضایای امروزی و مشکلات امروزی نمیتوانم کار انجام بدهم، اما بدان که دعای وقت افطار تو و دعای وقت سحر تو خیلی کارگر میفته برای فوز و فلاح و رستگاری امت اسلام. حتما در رمضان مشکلات امت اسلامی که امروز در سوریه و در یمن و در فلسطین و در افغانستان و در هر گوشه‌ای که مسلمان ها میسوزن، به خاک و خون کشیده شدن، از دعای نیمه شب خود امت اسلامی فراموش نکنید، خصوصا و بالاخص ملت افغانستان که هر روز جان میده و هر روز میسوزه و هر روز تکه تکه میشه. پس دعای نیمه شب و خیلی کارگر میفته. دعای حضرت لوط علیه السلام بود که فجعل عالیها سافلها، زمین را از این رو به این رو کرد. دعا خیلی مهمه. الدعا هو العباده، بزرگترین عبادت و بهترین عبادت. متوجه باشید که دعا هست که ارتباط انسان با الله سبحانه و تعالی محکم و مستحکم میگردانه. پروردگار عالم برای همه ما روزه عنایت بفرمایه که بگیریم که هم اخلاص باشه، هم مطابق و موافق به نبی کریم صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی این ماه رمضان که ماه خیر و برکت، ماه فتح و پیروزی است، الله سبحانه و تعالی برای همه مسلمان ها فتح و پیروزی نصیب بگردانه. تا برنامه بعد
خدا حافظ و نگهدار شما. تشکر جناب مولانا صاحب. خوب بیننده های عزیز و گرامی، در پایان از درگاه الله متعال با دست نیاز مسئلت داریم که برای همه ما و شما و برای همه مسلمانان توفیق درک رمضان و بالاخره توفیق عمل صالح در این ماه مبارک و غنیمت دانستن لحظات این ماه مبارک را عطا بفرماید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.